مذاکرات تهران و واشنگتن در اسلام آباد پس از 21 ساعت به نتیجه به پایان رسید. ایران گفته آمریکا به دنبال بهانه بود تا میز مذاکره را ترک کند و تهران برنامه برای دور بعدی مذاکرات ندارد. جی دی ونس گفته واشنگتن آخرین و بهترین پیشنهاد خود را به ایران ارائه کرده است. پاکستان از تلاش بیشتر برای تسهیلی تعامل و گفتگو میان جمهوری اسلامی و ایالات متحده حرف میزند. سناریوی بعدی چیست؟ با آنکه آمریکا لشکرکشی نظامی به منطقه انجام میدهد، ایران با چه روی کرده پیش خواهد رفت؟ دو طرف برای انجام کدام برنامه دیگر در حال آمادگی هستند؟ با سلام و شب شما بخیر. به این ساعت خبر از یک خوش آمدید. برای پرداختن بیشتر به این موضوع همراه می‌شویم با آقای اختر محمد راسخ، آگاه نظامی و سیاسی که از سویدن با ما وصل هستند. آقای راسخ خیلی خوش آمدین. تشکر از حضورتان در برنامه. میشه بگین که مذاکرات اسلام آباد هم میان تهران و واشنگتن شکست، چی می شود؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سلام حضور شما و بینندگان پروگرام و همچنان همکاران تکنیکی تان تقدیم می‌دارم. علیکم سلام. در جواب پرسش شما به عرض برسانم که امریکا اصلا یک بازی اپراتیفی استخباراتی خود به خاطر خاتمه دادن این جنگ علیه ایران آغاز کرد و شما می‌دانید که این میانجیگری یا جاه تفاهمی را که ایران و پاکستان انتخاب کرد، اول خو همین نقطه انتخاب امریکا گفته میتونم که شکننده بود که چرا پاکستان انتخاب کردن. پاکستان سیاسیونش و نظامیگرانش اینقدر در منطقه بدنام و چهره ضعیف است که چطور آنها بتوانند در بین یک دو ابوالقدرت که فعلا در جنگ فرو رفتن و جهان را به مشکلات اقتصادی و تشویش‌های جنگ جهانی مواجه کرده، این جنگ این چطور یا مدبرانه پیش ببرن یا این جنگ چطور یا مدبرانه به صلح خاتمه بدن. پاکستان، امریکا میخواست که پاکستان هم یک بالون قدرت جهانی در پهلوی خود قرار بده و به جهانیان نشان بده که ما میتونیم از یک نقطه صفر کسی را به مقام قهرمان جهان مبدل میکنیم و کسی را هم به مارشالی جهانی را برش میدیم و کسی را هم به خاک و مخروبه مبدل میکنیم که ایران را چنین اخطارها ما مطمئنا گفته میتونم که اشتباه بزرگ دیگری است که امریکا انجام میده. اگر امریکا میخواست صلح کنه با ایران، میتونست توسط مدیریت اداره ملل متحد، توسط مدیریت اتحادیه اروپا، توسط مدیریت روسیه و چین این معضله را حل میساخت. اما خود امریکا بالخصوص آقای ترامپ سیاست را که در روی میز خود داره بر علیه منطقه و جهان و همچنان در جنگ ایران، مطمئنا گفته میتونم که بسیار دیکتاتورانه هست و این سیاست سبب میشه به این گزینه بپردازین. حالی که مذاکرات شکست خورد، گفتن که آزموده خطا هرچند چند بار آزمایش خود را داد واشنگتن به تهران. حالا دوباره اگر زمینه یا پیشنهاد گفتگو و مذاکره برای تهران شود، آیا باز هم ایران اعتماد میکنه؟ دقیقاً ببینه، ایران مردمش، ملتش و دولتمدارانش در مذاکره هیچگاه نگفتن که ما عقب میرویم یا ما مذاکره نمیپذیریم. آنها مجبور و مکلف هستند که به میز مذاکره بروند، با حریفان خود مقابلتاً مذاکره باید پیش بره، ولو که خب حالا تهران میگه آقای راسخ، حالا تهران میگه برنامه بعدی بر مذاکره ما نداریم. دقیقاً ببین، به خاطر نداشتن که یا به خاطر ندارن که وقت اعتماد به خاطر مذاکره به میان نیاید و واقعا از صمیم قلب آنها مطمئن نشوند که با ما مذاکره میکنن، نه اینکه وقت کشی میکنن. شما میدانید که در بعض جنگ ها و در جنگ خود ایران هم امریکا با اندازه آمادگی نداشت که مدبرانه تانست ایران جنگ رهبری کرد و جنگ مدیریت کرد و جنگ به نفع ایران اقلا در نقطه های پیروزی رساند. اما آنها مجبور بودن که با یک وقفه بیاید و در این وقفه اینا خود اکمالات بکنن، تصامیم جنگی خود تغییر بدن، تکنیک و صلاح خود تغییر بدن، جاگاه و قرارگاه خود تغییر بدن و همچنان
به یک بار دیگه آمادگی وسیع برای جنگ بگیرن، مطمئنا گفتم میتونم که از یک طرف امریکا اوربند میکنه، از طرف دیگه اسرائیل لبنان بمباردمان میکنه، زیر راکت ها قرار بده. این خودش با معنای عزیز که اینها یک بازی اپراتیفی را یا پیش میبرن. بازی اپراتیفی با معنای عزیز که از یک طرف اینا میگن ما میریم به طرف صلح صحبت میکنیم، مذاکره در چیشه باز میکنن، از طرف دیگه جنگ خانمانسوز و کشنده و تباه کننده را توسط اسرائیل پیش میبرن. بنابراین در صورتی که اسرائیل جنگ پیش ببره و دامنگیر بسازه برای منطقه، مطمئنا این جنگ دوامدار می شود و دوامدار جنگ، دوام بدبختی جهان است و دوام از این جنگ نه تنها برای ایران بلکه زیان میرسانه، بلکه به تمام کشورهای جهان و بالخصوص به کشورهای منطقه زیان بسیار ناشی از زیان اقتصادی و سیاسی و نظامی به بار خواهد آورد. خب آقای راسخ، حالا پاکستان هم میگه که ما تلاش داریم تا که زمینه گفتگو را بیشتر کنیم، یا که باز هم تلاش داریم تا این مذاکرات به یک نتیجه ملموس برسه. چقدر نتیجه خود داد؟ ببینید، اول ما گفتم که انتخابی را که آقای ترامپ کرد به پاکستان همیشه درست نبود، به خاطر که باید جای را انتخاب میکرد که اقلا صلاحیت پیشبرد میانجیگری را یا پیشبرد دو ابوالقدرت یا دو کشوری که یا سه کشوری که در جنگ فرو رفتن، آنها اقلا توانایی را داشته می بود که اینا را با هم نزدیک میکرد، اقل پیشنهاداتشان به یک وزن سیاسی و وزن استخباراتی و نظامی و اقتصادی وزن میکرد که اقلا به نفع هر دو جانبی مذاکرات تمام میشد. اما شده نمیتونه که یک جانب، شما دیدین که برخورد خود پاکستان با هیئت‌هایی که از آمریکا آمده بود چه قسم بسیار غلامانه بود، اما با ایرانی‌ها شما دیدین که خود مارشال مونیرش با لباس نظامی با وزیر خارجه و با هیئت ایرانی‌ها در خوش آمدید قرار داشت، اما با آمریکایی‌ها با اون لباس نبود. چرا؟ واضح و پوسکنده معلوم است که آنها همین چهره غلامی خود، چهره طرفداری از امریکا را پاکستان یک بار تمثیل کرد و در سطح منطقه و در سطح جهان پیشکش کرد که ما در پالوی یعنی امریکا هستیم. اینها فقط امریکا خواست ایران را یک در پالوی زمین پروگرام یک اخطار نظامی توسط پاکستان بدهد. بنابراین وقتی که با لباس نظامی با پالوی ایران هیئت‌ها ایستاده میشن و در پهلوی هیئت‌های مذاکره‌چی امریکا با لباس شخصی، خود از معنای مفهومی داره. یعنی ما در پهلوی داره؟ با معنای داره که اگر امریکا خواسته باشه ما ساکر امریکا هستیم که در پهلوی در علیه ایران خواهد جنگیدیم. و خب یک مراسم رسمی ایجاب نمیکنه چون این باشه؟ نه اصلا. اگر واقعا چنین می بود باید با هر دو کشور باید با چنین لباس نشست میکردن، یعنی در مقابل آمریکا چنین نبود، باید حرکت انجام میدادن. اما با یکی بادارانه که او از او بادارش است، با دیگری که یک همسایه‌اش است، با آن شکل درست نبود. و ببینید پاکستان در طول تاریخ نتوانسته که بین یک دو کشور اقلا یک راه صلح‌آمیز و راه میانجیگری و راه تفاهم اقلا یا پیش برد، یا تجربه جرگه ندارن، تجربه چنین پروگرام ها را مدبرانه پیش بردن نداره. خودتان میدونید که هر کلام، هر حرکت سیاسی و هر حرکت و هر سخن سیاسی برای خود مدبر بودن سیاست به کار داره، مدبر بودن مسلکی به کار داره. یک نظامی نمیتونه کرده که بره با یک سیاستمدار با زبان سیاست بحث بکنه، اما یک نظامی میتونه کرده از نظام با زبان دیکتاتورانه جنگجویانه با مقابل خود بحث بکنه. چرا؟ خب راسخ دمی میان اگر من یک پرسش را داشته باشم، خب هدف مذاکره هست و گفتگو هست تا دو طرف به یک تعامل برسن و تنش‌ها فروکش کنه. خب حالا فکر نکنم که مکان، زمان و همچنان ظاهر طرف ها تاثیر بر این مسئله داشته باشه. خب هدفی است که برای یک مذاکره برسن، چی به شکل لباس رسمی باشه یا غیر رسمی؟ ببینید جان برادر، هر سخن میگه کلام، هر کلام جای داره. بناهن وقتی که شما یک مذاکره را پیش میبرین، جاگزین در جای باید مذاکره پیش بروه که اقلا توانمندی و وزن آن مذاکره را جانب مقابل که میانجیگری میکنه
آن باید توانایی داشته باشه. شما باور دارین به این که یک خان منطقه با یک ملک منطقه در دعوا شود و او بیای یک دلاک منطقه بیای در بین زو تفاهم بیاره و در بین زیا اقلا معضله جنگ از یاره به صلح مبدل کنه، هیچ گانی در طول تاریخ چون این کار انجام نشده و به منزل خود نرسیده. اما امریکا فکر کنید که آنقدر شکست ترامپ آنقدر هویت امریکا را بر زمین زد که اتحادیه اروپا در چنین مسئولیت داشت، چین چنین مسئولیت باید به دوش میگرفت، روسیه باید چنین مسئولیت را پیش میبرد، ملل متحد اداره ملل متحد باید چنین وظیفه را پیش میبرد، استرالیا و کانادا باید چنین وظیفه را پیش میبرد که در بین دو کشوری که امروز قدرت جهانی هستند، قدرت نظامی یک جهان پیش میبرن، هم امریکا هم ایران، باید در بین زیاد میانجیگری صورت میگرفت، نه یک کشور غلامی که خود امریکا او را ساخته و انگلستان ساخته به خاطر اده نظامی استخباراتی و سیاسیش و آن بتانه کرده که بیاین در بین ایباداران خود تفاهم و مذاکره را مدیریت بکنه. از نگاه وزن انسانی و سیاسی ما مطمئن اینجا میگم ضعیف است کار. سپاس. راسخ شما در سخنانتان یک اشاره رایی داشتین که آمریکا یک کشور خوب را انتخاب نکرد، یعنی پاکستان را. به دیدگاه شما یا شما معتقد هستین که روند را که پاکستان به عهده گرفت و خواست که میان تهران و واشنگتن میانجیگری کنه، آیا این انتخاب آمریکا بود؟ خیلی دقیقاً انتخاب آمریکا بود. پاکستان به خواست خود پیش نرفت. امریکا پیشنهاد بکنه که من در بین ایران و جنگ شما من میانجیگری میکنم. امریکا هویت قدرت جهانی خود به شکست مواجه کرد. امریکا هویت اقتصادی و نظامی خود به خاک یکسان کرد که رفت مراجعه کرد برای کسی که اصلا او خودش تا فعلا در همین مدت تو کم 80 سال مشکلات داخلی خودش مدیریت کردن نتونسته. در منطقه تمام روز فقط او مرکز تروریسم ساخته. در منطقه ببینید که آشوب پاکستان ساخته. با ایران مشکلات داره، با افغانستان مشکلات داره، با هند مشکلات داره، با چین مشکلات داره، با منطقه مشکلات داره. چطور میتونه کرده که بین ایران و بین امریکا یا بین اسرائیل اینا یا تفاهم یا اقلا لباس تفاهم با آنها بپوشانه؟ هیچ امکان نداره. ببینید مذاکره وقتی پیش میره که دو جانب وقتی بحث میکنه، سومین جانبی که میانجیگری میکنه بسیار مدبرانه قناعت بخش دهنده باشه که برای هر دو جانب اقل قناعت بده. خود پاکستان توان سخنرانی در مقابل امریکا نداره، غیر از چاپلوسی دیگه چیزی را میتونه پیش ببره. غیر زیر وقتی که اگر چین در اینجا می بود، اگر روسیه می بود، اگر مثلا اتحادیه اروپا می بود، برای امریکا اقلا پیشنهاد میداد که برادر شما بر حق نیستین، این پیشنهاد ایران درست است، ایران مثلا راه درست انتخاب کرده، شما راه درست انتخاب نکردین، چرا چون این پیشنهادات میکنین؟ وقتی در مقابل بادار در مقابل بادار غلام هیچ وقت ساده شدن نمیتونه که بگه که باداری کار تو حق نداری یا این کارش بکن یا این کار نکن. بنان من مطمئنم در امی انتخاب هم امریکا واقعا یکی خواست که پاکستان یک هویت نظامی و سیاسی بده در منطقه و در سطح جهان و ایره بکشانه در پهلوی قدرت‌های جهانی استفاده کنه، مگر چنین نمیشه. اشتباه هست. اشتباه امریکایی بود که جنگ علیه ایران آغاز کرد. اشتباه دومیش است که جای درست و کشور درست انتخاب نکرد به خاطر میانجیگری در مسئله چنین جنگ. تشکر. راسخ صاحب، حالا تصمیم بعدی را تنها دونالد ترامپ میگیره در قبال این گفتگوها و هشدارم داده بود اگر این مذاکرات شکست بخوره عواقب بد شاهد ایران بود و خطرناک در راه است. چی از اونا و چی تصمیم خود گرفت؟ ببین اول خب من گفتم میتونم که کلی مردم امریکا علیه ترامپ با پا برخسته، تظاهرات به میان آمده، کانگرس علیه ترامپ با پا برخسته. ببینید امریکا را تمام سیاستش داخلی و خارجیش توسط کانگرس رهبری میشه و مدیریت میشه. کانگرس در چنین جنگ ناخبر بود. بنان کانگرس حالا من مطمئنا گفتم میتونم اگر امریکا یک بار دیگه چنین جنگ را با سازمان بده علیه ایران، مطمئنا چهره سیاسی ترامپ در بین مردم و در کانگرس تحت ضربه قرار میگیره. مطمئنا یک نزعی حتی ای را وادار خواهد کردن که از دولت ای را عقب بزنن و
نظام به میان بره. چرا مردم جهان دیگه جنگ نمیخواد علیه ایران و حتی مردم امریکا نمیخواد جنگ، میخوان که در صلح جهان زندگی کنن، نه در جنگ و بدبختی و کشتار و بحران‌های اقتصادی. بنابراین این جنگ بحران اقتصادی برای جهان و بحران دردسر و انتظامیگرانه برای جهان و اخطار بسیار جابرانه دیکتاتورانه امریکاست که تمام کشورهای جهان علیهش است. خیلی سپاس آقای اختر محمد راسخ، آگاه سیاسی و نظامی، از حضورتان در برنامه خیلی متشکریم. در این زمینه گزارش هم داریم که با هم می‌بینیم. خبرگزاری رویترز گزارش داده است که معاون رئیس جمهور آمریکا جید ونس که رهبری هیئت آمریکایی در گفتگوهای صلح با ایران را به عهده داشت، پس از پایان مذاکرات پاکستان را ترک کرده است. او در گفتگو با رسانه‌ها پس از مذاکرات با هیئت ایرانی گفته بود که هیچ توافقی با ایران حاصل نشده و این وضعیت برای هر دو کشور نگران کننده است. او افزوده که هیئت آمریکایی خواسته‌های خود را به طور واضح مطرح کرده و تاکید کرده است که واشنگتن به هیچ صورت نمی‌خواهد ایران به سلاح هسته‌ای دست یابد، اما به گفته او طرف ایرانی این شرایط را نپذیرفته است. We have been at it now for 21 hours and we've had a number of substantive discussions with the Iranians. That's the good news. The bad news is that we have not reached. پس از 21 ساعت گفتگو اختلاف‌ها همچنان پابرجاست. ما با طرف ایرانی درباره مسائل مهم و جدی گفتگو کردیم. این خبر خوبی است. اما خبر بد این است که به هیچ توافق نرسیدیم و به نظر من این برای ایران بیش از آمریکا خبر بد است. در همین حال اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران گفته است تا زمانی که آمریکا به یک توافق معقول نرسد، هیچ تغییری در وضعیت تنگه هرمز به وجود نخواهد آمد. در مورد یک سری از موضوعات ما به تفاهم‌های رسیدیم واقعیت، اما در مورد دو سه موضوع مهم خب دیدگاه‌ها فاصله داشت و نهایتاً منجر به توافق نشد. این گفتگوها هم نیروهای مسلح دستشون رو ماشه است و هم دستگاه دیپلماسی حتماً کوچکترین موردی رو مراقبت میکنه که به موقع پاسخ داده بشه. علاوه بر این، اسحاق دار وزیر امور خارجه پاکستان میگوید که گفتگوهای آمریکا و ایران ادامه خواهد داشت. The delegation of the United States of America was headed by the US Vice President J.D. Vance, and the delegation of the Islamic Republic of Iran was headed by Speaker of the Iranian Parliament, Bakr. گفتگوها میان آمریکا و ایران هنوز پایان نیافته و در روزهای آینده نیز ادامه خواهد داشت. اسلام آباد به فراهمسازی زمینه‌های ارتباط و گفتگو میان دو طرف ادامه خواهد داد تا روند مذاکرات حفظ شود. We need that rotor crate up front now. Hold that spacing. Watch the left rear. این در حالی است که فرماندهی مرکزی ایالات متحده یا سنتکام همزمان با پایان این گفتگوها در صفحه ایکس خود تصاویر آماده‌سازی عملیات شبانه نیروهای دریایی آمریکا را منتشر کرده است. تاریخ دقیق این عملیات مشخص نشده، اما برخی گزارش‌ها نشان می‌دهد که این آمادگی‌ها ممکن است با عملیات احتمالی به نام خشم حماسی مرتبط باشد. تاکنون ایران به این تصاویر و آمادگی‌های احتمالی نظامی واکنش رسمی نشان نداده است. با تشکر و سپاس از توجهتان به این ساعت خبر. شب بر همه شما خوش.